چرا ژورنالیست نباید سکوت کند؟ چونکه رسالت ژورنالیست گپ زدن است. چرا اکثریت همین که کم وضعیت مالیشون خوب شد در فکر زن دوم میشوند؟ این طبیعت مردم همین گونه است. با این نمیشد بحث کرده، زیده نمیشد مبارزه برده. چرا در تحقیقات مبلغ بسیار لازم است؟ چونکه ژانر تحقیقات صرف و خرج زیاده و وقت زیاده طلب میکند. چرا میان نورسان به ترتیب‌ها هر سال بسیارتر میشود؟ زیرا که تعداد نورسان هم می‌افزاید. معمولا هر چیزی که بسیار شد پیامدهای منفیش هم پیامدهای بدش هم زیاد میشد. چرا انسان‌ها اکثرا فکر میکنند که دوستان دشمنش دشمن او هستند؟ چون که در تجربه این اثبات شده است. چرا اهل قلم و صنعت بیشتر رنج میکشند؟ یک سخن معروف است که میگویند اولین درد از دل شاعر میگذرد و این سخن میتونه ما با اهل دیگر ایجاد هم تطبیق کنیم. شاعر، نویسنده، ایجادکار در مجموع اولین شده درد جامعه را احساس میکند. چرا یک گروه مردم فقط دانشمند میشود و گروه دیگر فقط پولدار؟ من یک مثال میتونم از شیخ سعدی بیارم که میگه با اون همه فضیلتی که دست راست را هست انگشتری را در دست چپ میگذارند. مال و ثروت، مسند و مکنت زیادتر قرین آنهایی است که از فضل و ادب دور هستند. چرا در انتخاب مسئله های گلوبالی این دنیا 3-4 کشور همیشه تصمیم میگیرند؟ زیرا در تقسیم بندی قدرت اونها در اولویت قرار دارند. هم قدرت نظامی دارند، هم قدرت اقتصادی دارند، هم به قول ایدئولوژی دارند و از این خاطر اونها تصمیم میگیرند. کیها و چرا صحبت ما را تا آخر باید ببینند؟ به این سوال باید شما پاسخ دهید. اودیتوری شما کی است؟ این از وابسته از ذوق و سلیقه و وابسته از آن است که ما و شما را کی میشناسد و کی توجه دارد.